عروسی غزال نایت که باورتان نمی شود. شوهر دوم غزال نایت کیست؟ دلیل عروسی غزال نایت چی بوده است؟ آیا تصاویر نشر شده این روزها در صفحات مجازی حقیقت داشته است؟ غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند؟ و حرفهای تازه رجارایش همسر غزال نایت برای وی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت، هنرمند خوش صدا، خوش سیما، ناماشنای افغانستان، این روزها تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا به بار دوم عروسی کرده است. غزال نایت، همسر اول رجارایش، یکی از هنرمندان با استعداد و ناماشنای کشور است. غزال نایت کارهای هنری خود را در سن خیلی نوجوانی با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا و کمک و همکاری نظیر خارا آغاز کرد. در آن زمان غزال نایت شهرت و محبوبیت خاص خودش را پیدا کرده بود. غزال نایت توسط مردم و طرفدارانش چنان خوب تشویق می‌شد که وی بعد از رفتنش به کشور کانادا به طور علنی و با ظاهر کردن چهرهش برای دوستداران و طرفدارانش آهنگ‌های سرود که مورد حمایت و استقرار طرفداران و علاقمندانش قرار گرفت. غزال نایت جدیداً این حرفایی که در صفحات مجازی نشر شده است که گویا وی به بار دوم ازدواج کرده است تمامش را دروغ می‌داند. این تصاویر از جریان ثبت تازه‌ترین آهنگ غزال نایت با مردان ایرانی بوده است که قرار است این آهنگ غزال نایت در روزهای عید سعید فطر نشر شود. من هم آرزوی صحت و سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی آرزوی همیشگی من است برای هر یک از شما خوبان. تا درودی دیگر، امیتان را به علای منان مسپارم. شاد و موفق و خرم باشید.